قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов توجیکان. تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتاری 67. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قره‌خانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. خوارزم که ظاهراً در تابعیت غزنویان باشد هم، ولی عملاً همچون دولت مستقلی بود، در حل تقدیر دولت غزنوی رالی بغایت کلانی بازید. اگرچندی مسعود پس از مرگ آلتونتاش برای کم کردن حقوق حکمران خوارزم چاره‌های لازمه دید، اما مملکت را باز به دست وارثان او باقی گذاشت. مسعود عنوان خوارزم شاهی را به پسری خود داده، پسری آلتونتاش هارون را همچون نایب السلطنه به حکمرانی خوارزم تعیین کرد. البته این رفتار مسعود به فرزندان آلتونتاش تأثیری بد نکرده نمی توانست. این بود که هارون با علی تیگین قراخانی و سلجوقی ها مناسبت دوستی برقرار نموده، در سال 1034 خوارزم را مستقل اعلان کرد و نام سلطان غزنوی را از خود برداشت. در بهار سال 1035 هارون به خراسان لشکر کشید. فرزندان علی تیگین، خود علی تیگین در سال 1034 وفات کرده بود، حرکت هارون را حمایه کرده، از طرفی دیگر به سرزمین غزنویان هجوم نمودند. لیکن وقتی که هارون در روزهای اولی لشکرکشی به دست غلامان خود که به مسعود فروخته شده بودند قتل گردید، فرزندان علی تیگین به سمرقند برگشتند. مسعود به مذاکرات آشتی با قره‌خانی ها شروع نمود که به طفیل این گفت و گذار در بین آنها علاقه دوستی و خویشی برقرار گردید. به همین طریق خوف هجومی که از طرف خوارزم و قره‌خانیان به دولت غزنوی تهدید می کرد با راه دیپلماتی برطرف کرده شد. در خود همان سال 1035 مسعود می بایست به مقابل ترکان سلجوقی که به خراسان هجوم آور شده بودند لشکر بکشد. سلطان محمود در دوره مبارزه بر ضد قره‌خانی ها که برای ماوراء النهر می برد و یک گروه سلجوقی ها برای مسکن نمودن در شمال خراسان به آنها رخصت داده بود. کوشش آزاد شدن از جبر اندازهای وزنین و به دست آوردن زمین و چراگاه های نو بارها باعث اسیان نمودن سلجوقی ها گردید. مبارزه اولها گاه به فایده سلجوقیان خراسان و گاه به فایده حکومت غزنوی دوام می نمود. سال 1035 هجوم نوی سلجوقیان آغاز یافت. مسعود از نشاپور قوه زیادی حربی را بر ضد سلجوقی ها به نیسا روان نمود. در این محاربه اگرچند اول اسکران غزنوی غلبه به دست آوردند، لیکن سلجوقی ها به قرارگاه آنان شباخون زده به لشکر مسعود ضربه سخت دادند. بعدتر سلجوقیان به غزنویان یک چند مرتبه ضربه های سخت وارد آورده قسم زیادی خراسان از جمله نشاپور را اشغال کردند.
سلطان مسعود تمام قوه‌های عسکری خود را جمع کرده به سوی استقامتگاه سلجوقی ها حرکت نمود. در بهاران سال 1040 در نزدیکی دندانکان تاشربات حاضره محاربه حل کننده به وقوع پیوست. در نتیجه این محاربه از روی معلومات سرچشمه ها ممکن است آن را یکی از خونین ترین جنگ ها در تاریخ خلق های آسیای میانه دانست. سلطنت غزنوی ها در خراسان به طور دائمی خاتمه یافت. در برابر تمام شدن حرب و زرد، سردار سلجوقی ها طغرل در میدان جنگ تختی آراسته بر آن نشست و خود را حاکم کل خراسان اعلان نمود. باید قید کرد که اعیان و اشراف شهرهای مرو و نیشاپور که منفعت‌های آنان از طرف غزنوی ها محدود کرده شده بود، به سلجوقی ها کمک بزرگی رسانیدند. سلطان مسعود از دریای مروار رود گذشته به غزنین آمد، ولی با وجود این او برای دوباره جمع کردن قوه حربی بر ضد سلجوقی ها جرأت نکرد، زیرا به وی عیان بود که در میان عامه وسیع حمایت نخواهد دید. نه اعیان و اشرافی به مقابل مرکزیت سر برداشته، نه اهالی از خراج و اندازهای بیشمار مفلس گردیده خراسان و تخارستان، نه مردمی گرد و اطراف غزنین، سیستان و مملکت کوهستانی غور نیت محافظت کردن دولت غزنویان را نداشتند. در محاربه نزد دندانکان از دشمن رو به گریز نهادنی گروه عسکران که مسعود با چشمان خود دیده بود به این حال خیلی روشن گواهی می‌داد. از این سبب مسعود به قرار آمد که باید هرچه زودتر به هندوستان رفته در آنجا لشکری پرقوت حاضر نماید تا که به این واسطه بازداشتن حرکت سلجوقی ها ممکن گردد. چنان که بیهقی می نویسد، مسعود پیش از به هندوستان سفر کردن خود به ارسلان خان نامه فرستاده در مبارزه ضد سلجوقی ها از او کمک خواست. سپس وی امر داد تا برادرش محمد را که همراه او به هندوستان رفتنی بود از حبس برآورند. طرفداران محمد با هم زبان یک کرده به مسعود هجوم نمودند و او را به حبس گرفته محمد را به سلطانی برداشتند. مسعود بعد چند روز دیگر به دست آدمان محمد کشته شد. سال 1041 مودود پسری سلطان مسعود در برابر شنیدن قتل پدرش در ماه اپریل همان سال به غزنین آمده خود را سلطان اعلان نمود. پس از جنگ نزد دینور فتح‌آباد قوه حربی محمد را شکست داده او را تقریباً با همه فرزندانش به قتل رسانید. مودود نه فقط مقابلت برادران تاج و تخت طلب خود را برطرف کرده توانست، در عین زمان به نگاه داشتن غزنین و هم ترمیز و بلخ در دست خود موفق گردید. پس از این به زودی در هندوستان قشون پرقوت فراهم آورده به مقابل سلجوقی ها روانه نمود. ولی سلجوقی ها این قوه سلطان غزنوی را هم تارمار کردند. نهایت مودود با پادشاهان هندوستان، ترکستان و دیگر کشورهای همسایه اتفاق بسته در سالهای 1049 1050 با قوه زیادی به خراسان حرکت نمود، اما در راه کسل شده به غزنین برگشت و در آنجا وفات کرد. در سال 1059 سلجوقی ها بلخ را ضبط نموده علاقه بین ماوراء النهر و دولت غزنوی را بریده. بعد از این دولت غزنویان روز تا روز اقتدار خود را گم کردن گرفت. در آخر عصر 12 آخرین سلطان غزنوی به دست لشکری غور، دولت نو در سرزمین افغانستان که در انتهای عصر 11
و ابتدای عصر 12 به وجود آمده بود اسیر افتاد. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قرهخانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. دولت غوری ها در عصرهای میانه کشوری کوهستانی را که در سرگه هریرود واقع گردیده از هرات تا بامیان و حدود کابل و غزنه وسعت داشت مملکت غور می نامیدند. این مملکت از طرفهای غرب، شمال و شرق با سرزمین‌هایی می پیوست که از قدیم الایام تاجیکان زندگانی می کردند. قسمت زیادی اهالی غور از قبیله های کوهستانی تاجیک عبارت بود. اقلیم مساعد و آبهای فراوان این مملکت برای خیلی ترقی کردن زراعت و چارواپروری امکانیت می دادند. مؤلفان عصرهای 10-12 هنگام تصویر مملکت غور درباره مزرعه های اطراف کسبه های اهالی نشین، باغات انگور و درختان میوه، گله و رمه های زیادی که در کوهسار و دامنه های کوه می چریدند حکایت کردند. در مملکت غور استخراج معدن و تهیه آلات فلزی نسبت به آن زمان به درجه خیلی بلندی رسیده بود. سلاح و لباسهای جنگی این مملکت به غایت شهرت پیدا کرده از چیزهای مهمی صادراتی حساب می شدند. مؤلف عصر 13 جزجانی که اصلاً از غور است در وقایع نامه تاریخی خود در عصرهای 9-10 به قبیله ها تقسیم شدن اهالی غور و با هم جنگیدن آنها را ذکر نموده است. کوشک می نویسد او با کوشکی دیگر در حالت حرب بوده، آدمان دائما با حس عداوت نسبت به یکدیگر زندگی می کردند. در مملکت غور مناسبت های غلامداری موجود بود. معلومات مؤلف عصر 10 راجع به بردن غلامان از غور در این بابت ضمناً گواهی می دهد. در مملکت غور بقیه های دموکراسی حربی به مدت خیلی طولانی دوام نمودند. در انتهای عصر 10 ولایت های جداگانه به سر خود مستقل مملکت غور را پادشاهچه ها، ملک ها اداره می کردند. این پادشاهچه ها بیشتر همچون پیشوای قبیله و طایفه ها بوده، فقط احیانا یک چند قبیله ها را به تحت فرمان خود می درآوردند. غوری ها در عین زمان تعامل کهنه را رعایت می کردند. در سر هر ولایت 2 پیشوا یعنی حاکم و سپهسالار می ایستادند که حکومت را بین خود برابر تقسیم کرده بودند. مناسبات فیادالی به اینجا نسبت به ماوراء النهر و خراسان قدر دیرتر راه یافتند. در ظرف عصرهای 10-11 در این مملکت مناسبت‌های نیم پتریارخالی و نیم فیادالی حکم فرمایی می کردند. حاکمان ولایت‌های جداگانه تدریجاً به فیادال تبدیل یافته در هر یک ولایت به خود عنوان مخصوص می گرفتند. آنها را در ولایت مندیش ملیک یا خود مهتر، بعدها غورشاه، در ولایت تمران و تمزان ورنده، در ورمیشان ورمیشپت می نامیدند. دین اسلام در مملکت غور هم به مثل دیگر ولایت‌های کوهستانی تاجیک خیلی سست جاری گردید. به خلفای عرب میسر نشد که این مملکت را به تحت تصرف خود درآورند. اهالی آزادی دوست آن مدت دور و دراز عقیده های قدیمه مذهبی خود را نگه داشته، حتی تا میانه های عصر 11 بعضی قبیله ها دین اسلام را کاملا
قبول نکرده بودند. استقراری ساختی فیادالی در مملکت غور چنان‌ای که در تمام آسیای میانه رخ میداد، در برابر مبارزه های شدید صنفی به عمل می آمد. در سال 907 در ناحیه هرات و غور شورش خلقی قرمطی ها و مزدکیان سر زد. نظام الملک عصر 11 در خصوص این شورش چنین می نویسد: در دامنه های کوهستان غور و گرجستان مرد با نام بوبلال پیدا شده، از هر طبقه مردم به گرد او جمع می آمدند. از ولایت هرات و ناحیه های اطراف آدمان پرشمار به حضور او رسیده سوگند یاد می کردند. نفرات آنها از 10,000 متجاوز بود. یاغی ها در دامنه کوه هرات پدید آمده آشکارا عقاید کافران و قرمطی ها را اعلان کردند. آنها اکثر چوپان و زاری بودند. این شورش را قشون اسماعیل سامانی با یک صورتی بیرحمانه فرو نشاند. چنان‌ای که سرچشمه ها خبر می دهند این قبیل شور و آشوب‌ها در محل‌های مختلف کشور غور بارها به وقوع آمدند. آخر عصر 11 در غور ایام برقرار شوی مناسبات فیادالی بود. در نیمه دوم عصر 11 و نیمه اول عصر 12 دایره حاکمیت ملک های ولایت مندیش خیلی وسعت پیدا نموده به تمام غور پهن گردید. در میانه های عصر 12 دولت فیادالی غوری ها تأسیس یافت. حاکمان غور بعضی وقتها اسماً به شناختن حاکمیت عالی غزنویان مجبور شده باشند هم، ولی در ظرف چندین 10 ساله ها بر ضد این سلاله مبارزه بردند. نهایت آنها ضعیف شدن دولت غزنوی را فرصت مساعد دریافته استقلالیت خود را از نو به دست آوردند و در عهد حکمرانی قطب الدین محمود غوری به قوه بزرگ صاحب گردیدند. این بود که بهرام شاه، یکی از آخرین سلطانان غزنوی، از افزودن اقتدار غوری ها و شهرت یافتن قطب الدین محمود ترسیده وی را با راه فریب به غزنه بیاورد و به حبس گرفته پس از چندی زهر داده هلاک نمود. با وجود این دیگر باره تصرف کردن دولت غور به بهرام شاه میسر نگردید. بهرام شاه غزنوی در چند محاربه شدیدی که بین او و برادران قطب الدین به عمل آمدند یک ذیل شکست خورد. سلطان علاءالدین غوری در آخرین محاربه قشون بهرام شاه را تار و مار کرده خود او را به گریختن مجبور نمود. شهر غزنه از طرف علاءالدین 1150-1151 خراب کرده شد. ولی مبارزه غزنویان و غوری ها با این همه به اتمام نرسید. در سال 1186-87 برادرزاده علاءالدین غیاث الدین محمد غوری در یکی از جنگ ها آخرین خاندان غزنوی حاکم لاهور خسرو ملک را اسیر کرده به پایتخت دولت غور فیروزکوه فرستاد. با همین سلطنت غزنویان تماما از میان برداشته شد. غوری ها حاکمیت غزنویان را برهم داده حکمران دولتی بزرگی گردیدند که دیری نگذشته حدود آن در نتیجه فتوحات من بعده آنها خیلی وسعت پیدا نمود. مرکز این دولت همانا غور بود. سلطانان غور قوه زیادی را تشکیل می کردند. در اختیار آنها قشون پرشماری بود که دسته های نظامی قبیله ها را نیز در بر می گرفت. غیر از این آنها را اشراف فیادالی تاجیک در کوهستان بدخشان و حوزه دریای امو پشتیبانی می نمودند. در آخر عصر 12
محلهای جنوبی تاجیکستان و ازبکستان کنونی از جمله ناحیه وخش، چغانیان، شغنان و وخان به هیئت دولت غور داخل کرده شدند. سالهای 1152 1206 درخشانترین دوره تاریخی مملکت غوری ها حساب می شود. پیشرفت بزرگی اقتصادی و مدنی دولت غور نیز به همین دوره علاقمند است. لیکن از بس که مملکت غوری ها نسبت به دیگر محلهای آسیای میانه خیلی عقب مانده بود، این پیشروی دیر دوام نکرد. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قرخانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. سلجوقی ها و نظام الملک. جنگ دندانکان که در سال 1040 صورت گرفته تقدیر دولت غزنویان را حل کرده بود، باعث تماما به خراسان صاحب شدن سلجوقیان گردید. طغرلبیک سلجوقی 1040-1063 پس از این غلبه فوراً خودش را سلطان اعلان کرد و برادری خود را در خراسان گذاشته به طرف گرگان لشکر کشید. او در یک مدتی کوتاه نه فقط گرگان، تبریستان، خوارزم و آذربایجان را به تحت تصرف خود گرفت، بلکه یک قسم ولایت‌های غربی ایران کنونی را نیز اشغال نموده در سال 1055 پایتخت خلافت عباسی شهر بغداد را به دست خود درآورد و سلطنت دولت سلجوقی را رسما اعلان کرد. سلطان طغرل کرمان و فارس را نیز ضبط نموده در کوکاس و قشون دولت رومیه شکستی سخت وارد آورد. پس از وفات طغرل برادرزاده او الپ ارسلان 1063-1072 به تخت نشسته خاک دولت سلجوقی را خیلی وسعت داد. الپ ارسلان بعضی جاهای ماوراءالنهر را به خود تابع کرد و اینچنین امپراتور رومیه رمن 4 دیاگین را مغلوب نمود. در وقت حکمرانی جلال الدین ملکشاه 1072-1092 حدود دولت سلجوقی به درجه توسعه یافت که از ساحل‌های بحر میانه زمین سر کرده تا سرحد دولت امپراتوری چین قریب تمامی مملکت‌های اسلامی آسیا در تحت تصرف آن قرار گرفتند. اما پس از فوت ملکشاه دولت پهناوری سلجوقی از هم پاش خورده به یک چند ملک و دولتچه ها تقسیم شده رفت. در عصر 12 پایتخت دولت سلجوقی عهد سنجر 1118-1157 شهر مرو بود. این شهر خیلی ترقی کرده مساحت بزرگی را اشغال می نمود. کانال های زیادی آبیاری و محله های کلانی پیشوری داشت. مرو همچنین یکی از مرکزهای مدنی آن وقت به شمار می رفت. یاقوت چنین می نویسد: وقتی که من آن را یعنی مرو را ترک کردم، در آنجا 10 کتابخانه وقف موجود بود که در بابت فراوانی و برتری کتاب‌های محفوظ گردیده نظیری چنین یک گنجینه کتاب را در عالم ندیدم. درجه مدنیت سلجوقیان بادیه‌نشین نسبت به سویه مدنی خلق‌های مطیع گردیده ماوراءالنهر و خراسان خیلی پست بود. کارمندان درجه دوم و سیوم دولت سلجوقی را یکسو گذاریم، خودی سلجوقیانی بزرگ نیز از دانش دور بودند. مثلا طغرل و الپ ارسلان حتی سواد هم نداشتند. این وضعیت سبب شد که در امور اداره حکومت سلجوقیان مردان سیاسی مدنی ترین خلقهای این سرزمین، فارس،
تاجیک و ترکان مقیمی رای مهمی بازند. همیشه در چنین موردها فاتحان در تحت تأثیر خلقهای مطیع ولی خیلی مدنی قرار می گرفتند. بزرگترین ارباب دولتی عهد سلجوقی ابو علی حسن ابن علی بن اسحاق بود که در خراسان تولد یافته تقریباً 30 سال 1063 1092 در زمان حکمران الپ ارسلان و ملک شاه خدمت وزیری را ادا کرده است. او در دربار این پادشاهان علال خصوص ملک شاه آبروی و نفوذی بی نهایت پیدا نموده لقب نظام الملک را گرفته است. نظام الملک یک مرد خیلی عاقل و فاضلی بود. او در کارهای مملکت داری کاملا به تجربه های دوره سامانیان تکیه می کرد و برای احیا نمودن عنعنه های مدنی آن دوره کوشش های زیادی به خرج می داد. بیشتر با تشبث و فعالیت نظام الملک اصول اداره دولت سلجوقی به ترتیب انداخته شد، چنانچه که تمام سرچشمه های تاریخی تصدیق می کنند ایام حکمرانی سلجوقیان تا یک اندازه دوره ترقیات آسایشته و رواج تجارت و اقتصادیات فئودالی بود. شهرها عمران و آباد گردیده، در آنها مقداری پیشورانی که با دست جمعی و متشکلانه کار می کردند خیلی افزایش پیدا نمود. لیکن وضعیت عامه مهنتکش در زمان نظام الملک نیز همانا بد بود. نظام الملک به مقصد پیشگیری کردن تاراجگری هایی که فئودالان نسبت به برزگران روا می دیدند و این حال عاقبت باعث کم شدن عایدات دولت می گردید، مجبور شد گذرانیدن یک قطار تدبیرها را به حاکمان سلجوقی پیشنهاد نماید. این تدبیرات خودسری های سرداران حربی و اقتداران را محدود می کرد تا که مردم تماما مفلس نگردد و در عین زمان به حکمرانی خود فئودالان آسیب نرسد. نظام الملک برای مرکزیتناک شدن اداره دولت هم چاره های مؤثر پیش بینی نمود، ولی هیچ یک از این تدبیرات بدون تشکیل دستگاه مأموری، بدون آدمان دانا و باسواد عملی نمی گردید. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قرهخانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. қироати шоасари аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон. таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 68